الان بچه امروز داشتم آرکادراس پلی میدادم، یه اسکواد بودن کنه کلا فقط میزدن. بعد اینجا هدراب اچس رو کشیدم، رفتم یه شات میسخورد، دومین شات رو زدم. از اینجا اچسش هم خیلی فان شاته. حالا آخر ویدیو واسهتون میذارم. اینجایی میستادم، خیلی میسپیدم. اینم اسکیل گاندام داخل همون گردن رایگانه است که جدید اومده. اینجا دوباره اینو زدم. بعد من نمیدونم اینجا اچس هم نمیدونم باک خورده، یه چیز جدیده. حالا من پرکی روش نذاشتم که اینجوری باشه. خود اچس ریلود میکنه، یعنی خودش رو ریلود میکنه. یعنی من دیگه تیرشو پر نمیکنم، خود به خود ریلود میشه. حالا پایین تصویرم بود تونستیم ببینیم. اینجا یکیشون همون اسکین گاندامو زدم، یکیشون رفت اون پشت. الان آخریشون هم بزنم که همون پشت رفتش تمام میشه. بعد حالا ببخشید اینجا هم کلی میستادم، گوشیم هم خیلی خوب نیست. اینجا من یکم زد رفتم این پایین. حالا دیگه من حرف نمیزنم، بقیه‌شو خودتون ببینید. حالا اگه میستادم دیگه به بزرگیتون ببخشید.